لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الحديث أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، خدمت همه امت اسلامی، خدمت برادران و خواهران، بزرگان، موسفیدان و همه بینندگان عزیز و علاقمندان شبکه وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. شما را در این برنامه زیبا، در این برنامه پر از عشق و محبت، در این برنامه‌ای که بحث از الگوهای هدایت هست، شما را خوش آمدید میگویم. این برنامه بحث از الگوهای هدایت هست. بله، سخن از پروانگان شمع نبوت، سخن از فارغ التحصیلان مدرسه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، سخن از نخستین مخاطبان وحی الهی، سخن از تربیت یافتگان مکتب نبوی صلی الله علیه و سلم، سخن از بزرگترین انسانها بعد از انبیاء علیهم السلام، سخن از شیر مردان عرصه تاریخ، خلاصه سخن از اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. خوشحال هستم که خود را در این جلسه مبارک و در این برنامه مبارک میبینم. من ضعیفم از این که توصیف مردانی را بنمایم که پروردگار عالم از فوق آسمان ها آنها را تعریف کرده. من خود را ضعیف میدانم که تعریف چنین شخصیت هایی که رب العالمین از اونها دفاع کرده. من خود را ضعیف میدانم از تعریف و توصیف ستارگان درخشان، از شخصیت هایی که بدون اونها نمی شود به خدا رسید، بدون اونها نمی شود راه هدایت را یافت،
بدون آنها نمی شود رهسپار بهشت شد. سخن از تربیت یافتگان مکتب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. قبل از اینکه ارتباط به فضائل اصحاب جلیل القدر از دیدگاه قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم اشاره داشته باشیم، چه خوب است به طور خلاصه و فشرده بدانیم و بفهمیم که صحابه یعنی چی، با چی کسی صحابه میگویند. باید که صحابه را ما لغتاً و اصطلاحاً بفهمیم و بدانیم. صحابه در لغت از صیغه صحب یصحبو از همصحبتی و همصحبت شدن هست. میگوین شخص میگه صحبت فلانا حولا یا دهرا سنتا شهرا یوما ساعتا، چی کم باشه و چی زیاد. من هم صحبت شدم به فلانی یک زمانی، یک سالی، یک ماهی، یک هفته، یک روزی، یک ساعتی، چی کم باشه و چی زیاد. هم صحبت شدن را صحابه میگویند. این در لغت که صحابه چی معنا؟ اصطلاحاً ابن حجر اسقلانی رحمه الله در نخبة الفکر چنین اصطلاحاً توصیف صحابه را می نماید: الصحابه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت رده في الأصح. کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کنه و به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان بیاره و همچنین در همان ایمانی که آورده و مات علی الاسلام، در همان ایمان باشه و بمیره در اسلام، این را میگن صحابه. در این تعریف ابن حجر اسقلانی نکات است که به طور خلاصه و فشرده اشاره میکنه. نکته اول اینه که میگه من لقیه. من برای ذوی العقول به کار میره. کسی که عاقل باشه، کسی که عاقل باشه برای ذوی العقول. پس ادامه میفرمایه یخرج به کل ما لا یعقل. کدواب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حیوانی که سوار شدن عبارت از ابل و فرس و عبارت از حمار و اینها صحابه نیست، چون لفظ من آمده. من برای ذوی العقول به کار میره. لباسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پوشیدن، کفشی که پوشیدن استفاده کردن، شجر و حجر و اینها که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کنار اونها عبور کردن و غیر اشیای غیر ذوی العقول، اینها صحابه شده نمیتوانند. من برای ذوی العقول به کار میره، کسی که دارای عقل باشه. لفظ لقیه
کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرده باشه، ولو لحظه، یک لحظه هم باشه. مراد از لقیه ملاقات هست. دیدن چشم شرط نیست، لازم نیست. ملاقات مهمه. دیدن چشم اگر شرط میشد، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ای پس جز صحابه نمی بود. عبدالله ابن ام مکتوم یک شخص نابینا بود که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد، جز اصحاب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شد. پس لفظ لقیه مراد ملاقات هست، ولو لحظه باشه. دیدن شرط نیست. هدف و قاعده ملاقات هست، مانند صحابه ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ندید، نابینا بود. لفظ نبی آمده، من لقیه النبی. مهم ملاقات در وقت بعثته که به پیامبری مبعوث شده باشند. قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را کسی ملاقات کرده؟ آیا جز صحابه هست یا نیست؟ نبی آمده. پس لفظ نبی بعد از بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ملاقات صورت گرفته باشه. در این تعریفی که ما کردیم اصطلاحاً که ابن حجر اسقلانی رحمه الله بیان میکنه، لفظ مؤمنا بهی، حالا ذوی العقول هست و ملاقات کرده و بعد از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دیده، مؤمنا بهی. موضوع دیگه و نکته دیگه اینه که این ملاقات به همراه ایمان باشه. اگر ایمان نبود صحابه شده نمیتوانه. ابو جهل، ابو لهب، امیه ابن خلف و سایر مشرکینی که در حال شرک از دنیا رفتن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کردن بعد از بعثت. پس به این ترتیب لفظ مؤمنا بهی که ملاقات به همراه ایمان باشه. لفظ و مات علی الاسلام، ایمان آورد. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن و یا هنوز که از دنیا نرفته بودن، مانند عبدالله ابن جحش که آمد مسلمان شد، پس بر دین نصرانیت برگشت و از دنیا رفت، این صحابه شده نمیتونه. و مات علی الاسلام، در اسلام باقی بمانه، ایمان آورد و در ایمان باشه تا لحظه ای که از دنیا میره، از دنیا با ایمان بره. مؤمنا بهی و مات علی الاسلام. در ادامه تعریف بیان کردیم که ولو تخللت رده فی الاصح، اگر کسی ایمان آورد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، شخص ایمان آورد و در حیات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مرتد شد، بار دیگر ایمان آورد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرد، این اتفاقی هست که این صحابه هست. در حیات نبی کریم صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، در حیات نبی کریم صلی الله علیه و سلم از دین برگشت و پس در حیات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آورد.
بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرد. این اتفاقی صحابه هست. اما برای شخصی که در حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، بعد از فوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مرتد شد، باز در زمان خلافت صدیق اکبر و در زمان خلافت فاروق اعظم بعداً خلاصه ایمان آورد. این بین علما اختلاف هست که آیا صحابه هست یا تابعی، اما قول اصح اینه که این هم جزء اصحاب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. این بود ارتباط به کسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کنه و ایمان بیاره و در همان ایمان از دنیا بره. این را میگن صحابه. انشالله ادامه بحث بعد از یک میان برنامه انشالله برمیگردیم. موفق باشید. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ با عرض سلام مجدد و خسته نباشید خدمت عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ادامه بحث ما و شما ارتباط به صحابه لغتاً و اصطلاحاً بود که اشاره کردیم. صحابه دانستیم که در لغت به معنای هم صحبت شدن و در اصطلاح کسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کنه و ایمان بیاوره و مات علی الاسلام و بر اسلام بمیره، این را میگن صحابه. ارتباط به شروط صحابه بودن، بزرگا بیان کردن که شروط صحابه بودن 3 چیزه. اول بلوغ و دوم تمیز و سوم استیقاظ، در حالت بیداری. ولی صحیح اینه که بلوغ شرط نیست. اگر شخص دارای تمیز بود بلوغ شرط نیست. به اتفاق علما، محدثین، رجال حدیث و روات حدیث، به اتفاق محدثین حضرت حسن رضی الله عنه از جمله صحابه هست. به اتفاق محدثین حضرت حسین صحابه هست. به اتفاق علما عبدالله ابن زبیر صحابه هست، ابن عباس صحابه هست رضوان الله علیهم اجمعین. اینها کسانی هستند که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم زمانی که از دنیا تشریف بردن، اینها کمتر از سن بلوغ بودن.
سن تمیز بودن، اما هنوز بالغ نشده بودن، ولی به اتفاق اینها صحابه هستند. پس شروط صحابه بودن تمیز و استیقاظ، بیداری هست. کسی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را در خواب میبینه، در خواب ملاقات میکنه، نمیشود این صحابه، چون یکی از شروط صحابه بودن استیقاظ در حالت بیداری هست. بناهن این به طور خلاصه و فشرده ارتباط به تعریف صحابه لغتا و اصطلاحا بود. هر کس نمیتواند ادعا کنه من صحابه ام. پس عزیزانی که و علاقمندان برنامه شناخت صحابه و این برنامه که واقعاً الگوهای هدایت را باید ما بشناسیم، وقتی تعقیب میکنن اول باید صحابه را لغتاً و اصطلاحاً ما بفهمیم و بدانیم و در ذهن خود همیشه این تعریف را لغتاً و اصطلاحاً داشته باشیم. حالا ارتباط به فضائل صحابه از دیدگاه قرآن. وقتی ما تعریف صحابه کردیم، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد و بالآخر ایمان آورد و در همان ایمان از دنیا رفت، حالا صحابه ما از کجا بشناسیم؟ به کجا و به سراغ کدام کتاب بریم که صحابه برای ما معرفی کنه؟ شاگردان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را به ما معرفی کنه. این کتابی نیست، چیزی دیگر است. این کتاب است که الله سبحانه و تعالی می فرماید ذلك الكتاب لا ریب فیه. در این کتاب هیچ شکی نیست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله سبحانه و تعالی وعده حفظ این کتاب را داده. یک حرف از این کتاب نه پایین شده نه بالا. حافظ و نگهدار این کتاب ذات اقدس الهی هست، چون این کلام پروردگار هست. این کتاب صحابه برای ما معرفی میکنه. البته باید بگم فرقی که اصحاب رسول الله قبول نداره، این قرآن را هم قبول نداره، به تحریف این قرآن هم قائل هست. این قرآن را هم قرآن اصلی نمیدانه. مشکل اینجاست. سوال خلق میشه چرا صحابه نمیشناسن فرقه ضاله؟ چرا صحابه نمیشناسن؟ چون معرفت به قرآن پیدا نکردن، با قرآن آشنا نشدن. کسی که با قرآن آشنا نباشه صحابه از کجا میشناسه؟ کسی که به تحریف قرآن قائل باشه او صحابه از کجا پیدا کنه؟ پس هر انسانی که صحابه را نشناخت و نشناسه، یقین بدانید که قرآن را نمیشناسه. رد کردن صحابه یعنی رد کردن قرآن. قبول نکردن صحابه یعنی قبول نکردن قرآن، چون این قرآن تعریف کرده، توصیف کرده. ما وقتی میگیم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه، حضرت علی کرم الله وجهه، علی مرتضی رضی الله عنه، حضرت سعد، سعید، طلحه، زبیر و سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، خب وقتی ما به اونها میگیم رضی الله عنه، خب این درس ما از قرآن گرفتیم. ما که علم غیب نداریم که واقف شده باشیم که کدام صحابه و بالآخره کدام شخص در صدر اسلام جز صحابه شد، کدام شخص نشد. اینها همه اخباریه که قرآن به ما میده، تعریف و توصیف مهاجرین، انصار. پس صحابه از دیدگاه قرآن، ای قرآن
ای کلام پروردگار، ما میخوایم صحابه رو بشناسیم، میخوایم صحابه رو برای عزیزان معرفی کنیم. این قرآن هست که به ما بیان میکنه فضائل صحابه از دیدگاه قرآن. از لابلای قرآن آیات زیادی درباره صحابه هست. نخستین مخاطبان قرآن، مخاطبان وحی الهی، اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. چند آیه نمونتا اشاره میکنه. اول قرآن میفرماید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. در حدیث می آورد که در روز قیامت گفته می شود برای حضرت نوح علیه السلام یا نوح هل بلغت قومک؟ آیا به قوم خود ابلاغ کردی؟ حضرت نوح پیامبر اولوالعزم پروردگار عالم، ای نوح آیا پیام الهی به قومت رساندی؟ قال نعم، بله یا الله رساندم. از نوح پرسان شد، از قوم حضرت نوح پرسان میشه، از قوم پرسان میشه هل بلغکم نوح؟ آیا ابلاغ کرده به شما نوح؟ فقالوا لا، میگن نه، با ما هیچ نگفته. این نوحی که 950 سال قوم را دعوت کرد. ما در این قرآن سوره داریم به نام سوره نوح که قوم حضرت نوح چقدر حضرت نوح را اذیت کردن. اذیت هایی که حضرت نوح از دست قوم خود شد، ما از کجا واقف شدیم؟ این پیام الهی، این وحی آسمانی برای ما خبر داد. حضرت نوح شناختیم، قوم حضرت نوح شناختیم، آنهایی که ایمان آوردن، آنهایی که ایمان نیاوردن، دعاهایی که حضرت نوح میکنه، زحماتی که حضرت نوح میبینه، مشکلاتی که حضرت نوح میبینه. اینجا از قوم پرسان میشه هل بلغکم نوح؟ آیا ابلاغ کرد به شما نوح؟ فقالوا لا، گفته میشود برای حضرت نوح علیه السلام من یشهد لک یا نوح، چی کسی شهادت میدهد برای تو ای نوح؟ وقتی میگی من ابلاغ کردم، من پیام تو را به قوم گفتم، چی دلیل داری؟ الله اکبر، الله اکبر. حضرت نوح علیه السلام فیقول، میگوید، فیقول نوح چی میگوید؟ محمد و امتی، دلیل من، برهان من، شاهد من محمد ابن عبدالله، محمد صلی الله علیه و سلم و امتش هست. الله اکبر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدر این امت کی بود؟ مخاطبین قرآن کی بودن؟ صدر این امت، گلهای سرسبد این امت، اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بودن. پس این آیه مبارکه تعریف و توصیف امت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و شاگردان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که صحابه هستند، تعریف و توصیف و آنها را به عنوان گواه و شاهد در صحرای محشر نسبت به تصدیق قول حضرت نوح علیه السلام امت محمد رسول الله شاهد میشن که صدر این امت
اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام می باشند. بناءً سروران عزیز و بزرگوار، ارتباط به شناخت صحابه آیات زیاد است، روایات زیاد هست که ان شاء الله به برنامه‌های آینده ارتباط به شناخت صحابه از دیدگاه قرآن و احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم. پس خلاصه بحث ما در این جلسه تعریف صحابه لغتا و اصطلاحا و همچنین ارتباط به مسئله شناخت صحابه از دیدگاه قرآن که فقط یک آیه و کذالک جعلناکم امة وسطا این را اشاره کردیم. تا برنامه بعدی شما علاقمندان، شما عاشقان صحابه به خالق یکتا می سپارم. موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.